آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون تاجیکستان به طور رسمی بازداشت رهبران شرکت امید 88 را شرح داد. این نهاد روز 23 اکتبر با پخش یک اطلاعیه گفت نسبت رهبران امید 88 رجب علی آدینف، ایدیبک ابراهیموف و چند نفر دیگر بر پایه 3 ماده کدکس جنایتی تاجیکستان پرونده باز شده است. این افراد به تصرف پول و مال، غیرقانونی گرفتن قرض و سوء استفاده از وکالت متهم می شوند. رهبران این شرکت در پی انتقاد رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان بازداشت شدند که گفت این شرکت ده ها میلیون سامانه مبلغ‌های بودجه را بازپس نداده است. صاحبکار با باوری ساختار وزارت مالیات درآمده شرکت امید 88 170 میلیون سامانه بودجه دولت و سال سیوم چهارم از برنمیگرداند. نه فایز نه مبلغ بودجه دولت. بر پایه این اطلاعیه شرکت امید 88 به خاطر تامین خواجگی‌های دهقانی با سوزشواری و رشد کامپلکس اگروصنعتی از بودجه 171 میلیون سامانه مبلغ گرفته آن را برنگردانده است. مسئولین آژانس ضد فساد میگویند رهبران شرکت امید 88 از وکالت‌های خود سوء استفاده کرده مبلغ‌های بودجه را به منفعت دولت و طبق طلبات شرطنامه قرض استفاده نکردند. تعداد مسئولان بازداشت شده شرکت امید 88 تا 4 نفر گفته می شود، اما آژانس ضد فساد فعلا تنها قضیه 2 نفر را شرح داده است. طبق اطلاع دریافتی فعالیت شرکت امید 88 موقتا بازداشته شده است. در همین حال یک مسئول شرکت امید 88 که تنها اسم اولش را بر رده آزادی معرفی کرد گفت اگر به آنها فرصت داده شود آنها توان بازگردانی پول را دارند. شخص مسئول با نام نوروز و یکی از پیوندان رجب علی آدینف رهبر این شرکت روز 23 اکتبر بر رده آزادی گفت تلاش دارند تا پول دولت را برگردانند. شرکت امید 88 یکی از 3 شرکت بزرگترین وارد کننده محصولات نفتی به تاجیکستان بوده در سال 1996 از جانب صاحبکار رجب علی آدینف تأسیس یافته است. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، رده آزادی، دوشنبه.